سلام خدمت دانشجویان و معامله‌گران عزیز. در این بخش از سبک معاملاتی اسمارت مانی به مبحثی به نام BOS میپردازیم. BOS به معنی Break of Structure هست، به معنی شکست ساختار. در این مثال همینطور که ملاحظه می‌فرمایید ما در این قسمت همینطور که می‌بینید با عبور قیمت از این ناحیه اصطلاحاً میگیم که BOS اتفاق افتاد، یعنی Break of Structure. مجدداً در اینجا می‌بینید که در این نقطه BOS اتفاق افتاده یا همون Break of Structure در یک ترند صعودی. در BOS ها پس از این که BOS اتفاق افتاد، اون کفی برای ما مهم و مورد معامله قرار میگیره که باعث شکست این سقف شده باشه. در یک ترند نزولی هم میبینید که BOS یعنی عبور قیمت از این نقطه در این ناحیه اتفاق افتاده و مجدداً در اینجا با عبور قیمت از این نقطه در این نقطه برای ما BOS اتفاق افتاده و جایی که برای ما مورد معامله هست و مهم هست این نواحی هست که باعث عبور قیمت از این نقطه در حقیقت BOS شده هستند. بنابراین مبحث بسیار مهمی هست و شما از این طریق میتونید که در حقیقت بفهمید که ترند صعودی شکل گرفته یا ترند نزولی شکل گرفته. BOS همونطور که گفته شد Break of Structure هست و به معنی شکست در حقیقت سقف برای ما شکل میگیره. در مبحث BOS ادامه بدیم به این مطلب میرسیم که در اینجا ما یک چارتی رو داریم که همینطور که ملاحظه میکنید در این چارت تایم فریمش 4 ساعته هست. حالا ببینیم که BOS در اینجا کجا شکل گرفته. همینطور که ملاحظه میکنید ببینید قیمت اومده و یک حرکتی رو انجام داده به سمت بالا، بعد از اون یک کارکشن انجام گرفته و با عبور قیمت از این ناحیه توسط این کندل سبز رنگ، این کندل همینطور که ملاحظه میکنید باعث شده از این نقطه قیمت عبور بکنه و این کندل و نقطمون هم ببینید نوک شادوی اینجا هست. وقتی که قیمت از اینجا عبور بکنه ما میگیم که در اینجا برای ما BOS اتفاق افتاده و پس از اینکه BOS شکل گرفت این ناحیه برای ما ناحیه مهمی هست و این ناحیه رو برای معاملات خودمون در نظر میگیریم. بنابراین بسیار حائز اهمیت هست که شما بتونید BOS ها رو به طور دقیق و درست تشخیص بدید. مجدداً عبور میکنیم و در اینجا ببینیم که کجا برای ما BOS اتفاق افتاده. همینطور که ملاحظه میکنید عبور قیمت در این نقطه شکل گرفته و پس از عبور قیمت از اینجا میگیم BOS اتفاق افتاده. مجددا قیمت ببینید کارکشنی رو به سمت بالا انجام داده ولیکن موفق نشده که از این نقطه عبور کنه. بنابراین برای ما هنوز میتونیم بگیم که این معتبر هست.
مجددا ببینید کارکشن هایی شکل گرفته به سمت پایین و در این نقطه قیمت ببینید عبور کرده و مجددا BOS در اینجا اتفاق افتاده. حالا که BOS اتفاق افتاد برای ما در حقیقت این سقف معتبر میشه، جایی که همونطور قبلا گفته شد باعث بشه قیمت از این نقاط 2 ماه عبور بکنه. ببینید این الان معتبره، این معتبره چرا که باعث شده از نقاط 2 قیمت عبور بکنه. مجددا بازگشت قیمت رو داشتیم. درسته که اینها از این نواحی عبور کرده ولی کن سقف اصلی ما این هست، چرا که این باعث شده قیمت از این ناحیه 2 ما عبور بکنه در این نقطه، بعد برگشته ولی کن از اینجا نتونسته عبور بکنه و مجددا به سمت پایین حرکت کرد. پس بسیار شما باید دقت بکنید. سقف هایی برای ما مهمه که باعث BOS بشن، سقف هایی مهم هستند که باعث BOS نقاط 2 بشن. این سقف برای ما مهمه چرا که باعث BOS شدن این ناحیه شده. این سقف مهمه چرا که باعث BOS شدن این نقطه شده. بنابراین شما اینها سقف‌های ضعیف و غیر معتبر هستند، مد نظر داشته باشید. خب مجددا در اینجا ببینید اومده یک حرکت بازگشت، این سقف باعث شده که قیمت از اینجا عبور کنه و BOS شکل گرفته، برگشته و ببینید حرکت هایی رو داشته ولی کن هیچ کدوم اینا باعث نشده که با بازگشت قیمت از این نقطه عبور بکنه. 100% هم ممکنه کارکشن بکنه ولی اگر از این نقطه 3 عبور نکنه همچنان اون ترند قبلی ما پابرجاست. ببینید این 3 ماه هست، اینجا 2، این هم 1 ماه بود. قیمت اومده ولی کن از 3 نتونسته عبور بکنه، همچنان پابرجا هست و بعد هم نزول کرده. در اینجا ببینید قیمت این رو هم شکسته، این نقطه 2 ما رو، در نتیجه همچنان اینجا برای ما 3 خواهد بود. این شکست ها همینطور که میبینید باعث تغییر روند نمیشن. ترند بالا دستی رو شما باید همیشه برای ترندتون در نظر داشته باشید. بسیار خوب، عبور میکنیم. در اینجا در کنار هم 2 ترند صعودی و نزولی رو میبینید. با مفهوم جدیدی اینجا روبرو میشیم به نام CHOCH یا Change of Character یا تغییر روند. Change of Character یا تغییر روند. شما چه موقع Change of Character میگیم که اتفاق افتاده یا تغییر روند؟ ببینید اینجا برای ما BOS در این نقطه اتفاق افتاده. مجددا اینجا ببینید قیمت عبور کرده و BOS اتفاق افتاده. زمانی که قیمت برگرده و از نقطه 3 ما عبور بکنه ما میگیم که Change of Character اتفاق افتاده یا تغییر روند. پس در این ترند صعودی شما همینطور که ملاحظه میکنید اینجا 1 2 3 مجددا اینجا 2 3 قیمت اومده بالا، 1 2 رو تشکیل داده ولی کن همینطور که میبینید در بازگشت قیمت از این نقطه 3 عبور کرده در این ناحیه و Change of Character اتفاق افتاد. همچنین در ترند نزولی هم اگر شما بخواید بررسی بکنید ببینید اینجا 1 ماه هست، 2
3 قیمت در اینجا عبور کرده از نقطه 2 BOS اتفاق افتاده. مجددا اومده و یک کارکشن انجام گرفته. اینجا میشه 3 ما و اینجا 2 هست. عبور قیمت از نقطه 2 در اینجا اتفاق افتاده و BOS شکل گرفته. در بازگشت قیمت چون از نقطه 3 ما قیمت در اینجا عبور کرده، ما میگیم change of character شکل گرفته و ترند اصطلاحاً برگشته. پس مفهوم BOS رو که با هم دیده بودیم، الان با مفهوم جدیدی به نام change of character آشنا میشیم. CHO به معنی تغییر روند. بسیار خوب، اگر ما بخوایم که ببینیم در اینجا به چه شکل در مارکت میتونیم اینها رو روش بحث بکنیم، همینطور که در اینجا ملاحظه میکنید، ببینید اومده قیمت حرکت کرده، در اینجا BOS شکل گرفته، رسیده به یک ناحیه‌ای، برگشته، از این نقطه هم عبور کرده و change of character اتفاق افتاده. این change of character ماژور یا بزرگ یا بالادستی هم گفته میشه. ولیکن در این مثال ببینید قیمت اومده این نقطه رو BOS کرده، عبور کرده، رسیده به یک ناحیه، برگشته و در اینجا اومده و به سمت پایین حرکت کرده. در این نقطه ببینید شرط خودش رو گرفته، یعنی یک change of characterی شکل گرفته. ولی این change of character مینور یا پایین دستی هست و change of character حرکت بزرگ ما این هست، یعنی تا قیمت از این نقطه عبور نکرده هنوز پابرجا هست ترند بالادستی، ولیکن در درون خودش یک change of character های مینور ممکنه که اتفاق بیفته. در اینجا ببینید مجددا ما اینجا یک change of character ماژور داریم. قیمت اومده و در درون خود این ببینید یک change of character مینور با عبور قیمت از اینجا، ببینید change of character مینور شکل گرفته. مجددا اگر که قیمت بیاد و این ناحیه رو فیل بکنه، ما میگیم change of character ماژور شکل گرفته. پس ممکنه در یک روند شما درون اون یک change of character های مینور هم داشته باشین که خیلی نمیتونن اعتبار بالایی داشته باشن، ولی خب ممکنه در معاملات ما ازشون استفاده بکنیم. جریان سفارشات در تایم فریم بالا و در تایم فریم پایین به این صورت هست، یعنی اینجا سقفی بوده که ببینید اینجا سقفی بوده که باعث شده یک کف شکسته بشه، بنابراین این میشه change of character ماژور. یا اینجا ببینید اینجا این باعث شده این سقف شکسته بشه، ببینید باعث شده اینجا شکسته بشه، پس اینجا ماژور هست. ولی که وقتی قیمت برگشته حالا داره به سمت بالا حرکت میکنه، درون خودش یک سری ریز موج هایی هست. ببینید اینجا اومده عبور کرده از شرط خودش، ولی که change of character مینور هست. بنابراین با دو مفهوم change of character ماژور و مینور در اینجا ما آشنا شدیم و در این مثال شما توجه بفرمایید که چه اتفاقی افتاده. بسیار خوب، در اینجا ما اگر بخوایم بررسی بکنیم، قیمت اومده و ببینید کف ماژور
در صورت شکسته شدن این کف روند نزولی میشه و آماده فروش خواهیم بود. ولیکن ببینید منظور این کف هست. این کف اصلی بوده، همینطور که میبینید اینجا اومده قیمت حرکت کرده، بازگشت کرده، اومده اینجا، در اینجا ببینید change of character شکل گرفت، در حقیقت BOS شکل گرفته، قیمت مجددا ببینید اومده سقف‌ها و کف‌های بالاتر رو داره تشکیل میده. همچنین ببینید در بازگشت قیمت هم ما یک سری سقف و کف‌هایی داریم که اینها مینور هستند. مجددا ببینید قیمت کارکشن هایی رو که انجام داده اومده و ببینید اینجا رسیده به سطح اصلی ما. شکست کف مینور همینطور که گفته شد منجر به تغییر روند نمیشه. اینجا یک کف مینور بوده. کف ماژور ما اینجا بوده که هنوز هم پابرجا هست، قیمت تا اینجا اومده و مجددا برگشته به سمت بالا. اینجا ببینید یک چنج آف کاراکتر مینور دوباره اتفاق افتاده. پس یک ساختار بزرگ درون خودش ساختارهای کوچیکی هم ممکنه اتفاق بیفته. در اینجا ببینید ما اینجا BOS داشتیم، BOS در اینجا مجددا داشتیم، درون خودش ببینید یک BOS ضعیف اتفاق افتاده.